السلام علیکم دامنای محترم. میگویند که مرده را جانش میبراید و در وقت جان دادن با همان خانه یک تا خون میخیزد و آن چیزهایی که در آن خانه هست مکروه میشوند، دیگر خوردن آنها ممکن نیست. آیا این درست است؟ البته در خانه ای که اگر مصیبت می آید، حدیث های پیغمبر هم هست که تا 3 روز در اون خانه، یعنی از جانب خانه‌دار باید که پخت و پز نشود. و حبیب خدا را حدیثش که اصنعوا لآل جعفر طعاما، این ان همین دلیلی برای همه ما و شما ان همین دلیل است که وقتی که جعفر برادر حضرت علی از دنیا گذشتن، رسول اکرم تمام صحابه ها را امر کرد که به خانه جعفر طعام برین، زیرا که امروز در خاندان جعفر مصیبت آمده است، اونها مشغول مصیبت هستند. برای همین ما و شما باید که در خاندانی که مرده می شود، مصیبت می شود، باید تا 3 روز از جانب اون خاندان چیزی تناول نکنیم، بلکه از خانه سنت است اینکه ما و شما خوراک و نان به او خانه را روان کنیم و اون مهمان هایی که در اون خانه برای این مصیبت آمدن، اونها می توانند که از این طعام های ما و شما استفاده برند همراه خانه‌دار. السلام علیکم ناملای عزیز. در دین اسلام قسمی با طلاق جایز است یا نه؟ البته فقط در اسلام به نام پروردگار قسم خوردن جایز است و خلاص. به طلاق قسم خوردن در اسلام درست نیست. بعض انسان‌های هستند که میگویند که اگر من فلان کار انجام ندهم یا اگر همین پولی که برای من میدهی در فلان مهلت نیارم، زنی من طلاق گفته، همچنان قسم میخورم. این در اسلام نادرست است. ولی اگر همین شرطی که شما میمانین اگر ادا کی نکردین، زنهای شما بعداً طلاق میشود. از این خاطر از این قسم ها باید که اولا شما پرهیز کنید. این قسم در اسلام جایز نیست. پیغمبر خدا میگوید که من حلف بغیر الله فقط اشرک. این حدیثی هم ترمذی است، هم حاکم است، هم ابو داود است. کسی میگوید بغیر نام پروردگار اگر قسم خورد، وای شرک در راه الله آورده است. به حضرت امیر جان قسم خوردن در آدم مشرک می شود. به حضرت امام عسکری جان قسم خوردن در آدم شرک در الله آورده است. به حضرت سلطان قسم خوردن در آدم شرک در الله آورده است. به نان قسم خوردن در شما شرک در الله آوردین. اگر با شیر شما قسم بخورین، شما در راه الله شرک، در عمل شرک دست زدین. بدونین که خداوند همه گناه را میبخشد، که شرک در الله را نمیبخشد. شما با این قسم ها قسم نخورین. حبیب خدا میگوید که من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. اگر کدام شما میخواهین که قسم خورین، فقط قسم بر خدا بخورین، قسم به الله گویین والله من این کار نکردم. انا از عمد بهترین قسم انا همین است، والله که من این کار نکردم. این قسمی هست که این باز به خودش کفارت دارد. اگر نتوانی 3 روز باید روزه گیری، بعد این گناه را پروردگار از تو میبخشد. لیکن با این چیزهایی که من نام گرفتم، اگر شما قسم خوردید، قسم تان یکمش واقع نمی شود، دومش که این قسم نیست و سومش که شما شرکی در خدا آوردید، شما الک گناهگار شدید. هیچ وقت با این اشیاء قسم نخورید. یعنی وقتی شما با مزار قسم میخورید یا به نان قسم میخورید، اینجا بزرگی پروردگار شما برطرف کردگین. یعنی شما از خدا دادیده، از همین مزار و از همین نان و از شیر و از دیگر چیزها میترسیده اید. برای همین همه وقت حق قسم با خداست. السلام علیکم اکای داملا حاجی. و اون مهمان هایی که در اون خانه برای این مصیبت آمدن،
آنها می توانند که از این طعام های ما و شما استفاده برند همراه خانه‌دار. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، من دختری خوب دارم که سینش به 19 رسیده است. او را به خویش و تبار و یار و رفیقم اعلان کنم این گناه است؟ یعنی این برادر میگن من دختری دارم 19 ساله دختر است. اگر این ما در بین خویش و تبار یار و رفیقم اعلان کنم که همین خیل دختر دارم، اگر یگان نفری زنگیر باشد مرحمت این دختری من تیار، آیا این گناه است؟ نه، بلکه این سنت است. این سنت است که ما و شما خواهرهامان در بین یار و رفیقهایی که داریم، خویش تبارهایی که داریم اعلان کنیم که من دختری دارم که فلان 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 خصلت ها دارد. که راست گفتن در کار چی خصلتی دارد، چی رفتاری که دارد، چی برای یار رفیق، چی برای نفرهایی که خواستگاری می آیند، برای آنها باید قائل شدن در کار. همه درد او را، همه کمبودی های او را باید که ما در خواستگارها و در یار رفیقامون خبر دهیم که دختری من این گونه کمبودی دارد و این گونه بهبودی ها دارد که کیبانوی خوب است، دختری با سطر با حیا هست، دختری مثال گبگردان نیست، دختری بیهوده‌گرد نیست و دیگر گفته خصلت‌های او را در پیش همون خواستگارها و یار رفیقان خود اعلان کنیم. این حالت در ما و شما ثواب میگیریم، این گناه نیست. لیکن افسوس که امروز وقتی یک برادر ما و شما دختری خود اعلان میکند، چی گمانهای بدی در دل ما و شما میگذرد که خداوند در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. خدا میگه ای کسانی که ایمان آورده به قدرت پروردگار خود تسلیم شده، شما از گمان پرهیز کنید که اکثر گمان همش گناه هستند. شما گمانی بد نکنید. وقتی وای اعلان کرد در دل شما هر گونه خبرهای نادرست و سخنهای ناخوب نگذرد که این اگر دخترش به عیب میشد هیچ وقت اعلان نمیکرد یگان عیبی دارد. این بسیار یک بدگمانی است که در این بدگمانی ما و شما الکی گناهگار میشیم. پیغمبر خدا میگه ایاکم و ظن، بر شما باید که گمان بد نکنید، زیرا این که دروغترین سخن این گمان است. گمان این دروغترین سخن است، زیرا که فقط گمان است، تو چیز حقیقت نمیدانی، فقط گمان در وجود تو گذشته ایستاده است. برای همین بهتر و خوبتر می شود که مثال ما و شما خواهرها داشته باشیم. حتی صحابه های پیغمبر مادرهای به شوهرشون اعلان میکردن که فلان موی سفید هست، در پیش موی سفید میگو من مادر دارم، مثال مرحمت اگر زنگیر باشی مادر من برای تو تیار است. امروز موی سفیدای ما و شما بیچاره میگذرن، زن نمیابند دیگر. باید که البته ما و شما این در شریعت ما و شما جایز و درست است، ثواب میگیریم. این ثواب است که مثال چی مادرت باشد، چی اپت باشد، چی خواهرت باشد، باید که در بین یا رفیقت اعلان کنی که من همین خیل خواهر یا همین خیل اپا یا همین خیل مادری دارم که میخواهد که شوهر کنن مثال با فلان خیل مرد. این ثواب است. السلام علیکم ای اکای حاجی میرزا، من یک سؤال دارم. بعد از خانه‌داری کردن با زن خود، اگر زن کودک میده داشته باشد و غسل نکرده در یگان وقت سراسیمگی بر وی سینه دهد، یگان ضرری دارد یا ندارد؟ با احترام مخلصی شما. یعنی مثال جوانهای هستند که مثال صاحب کودک میده هستند و مثال بعد خانه‌داری کردن همون کودک میده مثال گریان می شود، در همینجا مادر در حالت غسل جنابت است، ولی در حالت جنابت است. آیا وی می تواند که یعنی این کودک خرد خدا از پستان خود شیر دهد؟ اگرچه عزیزان ما و شما میگویم بعضی هاش که یعنی باک ندارد، زلل ندارد،
اگر مثال مادر در حالت جنابت هم که فرزند خودش که شیر داد باکی ندارد، از او که وی رفته و تا غسل میکند شاید وقتهای زیاد گذرد و این کودک در داخل گهواره عذاب میکشد گفته، از این خاطر دوستان خدا گفتن که باکی ندارد. لیکن بعضی از انسان ما و شما گفتن خوب میشود که همون مادر یعنی پیستان خودش شوید و بعد مثال در دهان فرزند خود گذارد، همینش هم کفایت میکند گفتن. همینش هم عزیزان ما و شما گفتن. عبدالله انصاری را وقتی در مادرش خبر دادن که فرزندی تو چی یک عالم کلانی شده است، چی یک واعظ خوب شده است، خیلی مردم وی اطاعت میکنند، مردم از سخنهای او استفاده میبرند، مادر عبدالله چی گفت؟ گفت از این ده من زیادتر میخواهم از عبدالله، زیرا هر باری که وی گریه میکرد در گهواره من طهارت میکردم و با پای طهارت او را شیر میدادم. این گونه مادرها هم وجود داشتند. اگر مادری که این گونه توفیق داشته باشد برای بهبود شدن فرزند خودش از لقمه های حلال استفاده برد همراه پدرش و بعدا فرزند خود با پای طهارت اگر شیر دهد، این نور بالای نور می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در بیان فضیلت حق پدر و مادر به فرزند سخن می گفتید. ما در این باره ها خیلی صحبت های زیاد کردگیم درباره احترام پدر و مادر. فقط از همه شما باز کسانی که صاحب پدر و صاحب مادر هستند، برای همه شما میگویم که پیغمبر خدا میگوید بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والجهاد فی سبیل الله. خدمت در پدر و مادر کردن از جهت ثواب بهتر است از ثواب نماز، بهتر است از ثواب حج، بهتر است از ثواب روزه، بهتر است از جهادی که در راه خدا میکنی. خدمت پدر و مادر از همه این در گفتن پیغمبر خدا در ثواب بالاتر است. از این خاطر شما اگر خواهید که این قدر ثواب کلانه از دست ندهین، پدر و مادرتان در خدمت کنین، دعای پدر و مادرتان گیرین، انشاءالله بعدا فرزندهای شما با در شما خدمتگار می شود. رسول اکرم میگوید برو آباءکم تبرکم ابناءکم. اگر شما خواهید که از فرزندهاتان نیکی بینید، اول پدر و مادرتان خودتان احترام کنید، پدر و مادرهاتان احترام کنید، دعای نیکی اونها را گیرین، فرزندهای شما در شما خدمتگار می شوند. و الا پدر و مادر شما آزار دادین، اونها را غم دقت دادین، اونها از شما از دنیا ناراضی گذشتند، الکی از فرزندهاتان انتظار شوید که این گونه معامله را فرزندها با شما میکنند. در این بابت ها ما بسیار گفتگی ها هستیم. اگر برای کسی لازم باشد کسی تهاش وجود دارد گوش کنین. انشاءالله 3-4 جمعه قریب در باب پدر و مادر ما صحبت ها داشتیم. دوم سوال، انگور چیل به دنیا آمد؟ نوشتن از کی برآمد؟ قرآن میگوید اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آمدن انگور ای کجا پیدا شد، نوشتن از کی ماند، اینا برای ما و شما دانستنش نه فرض، نه واجب، نه سنت، اینا هیچ حاجت هم نیست. همون تیارش خدا داده است، بخور شکرانه کن. دیگری را از کجا آمد، کی شناندش، مثال پیرش کیه است. ولی بعضی آدم ها همی پیری آشپزا کیه، آش مرحمت خوردن بگیر یا پیری را چکارش میکنی؟ گفته آش پیر دارد آخه، همش نعمت پروردگار. در سوره یاسین این آیتی که خواندم میگوید که هر وقتای پروردگار چیزی را که خواهد که پیدا کند و یقول کن فیکون، میگوید شو میشود. این قدرت پروردگار است. هر چیزی را که خواهد که پیدا کند، انگور را میخواهد پیدا کند میگوید بشو، انگور پیدا میشود. سیب میخواهد بشو، میگوید پیدا میشود. هر چیزی را که پروردگار خواهد همچنان پیداش میکند. السلام علیکم داملای شیرین سخن. یک سوال دارم درباره توبه، دوباره قبول میشود یا نه؟ انشاءالله جمعه آینده میگیم که توبه ای که دوم بار انسان یک بار میشکند، دوم بار توبه میکند، آیا قبول میشود یا نه؟ انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد
من مفصلتر در بین شما این مسئله ها را آشکار میکنم. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از شما خواهش دارم که با سوال ما درباره کتاب قرآن کریم با گپ تاجیکی برآمدن مصلحت میدادید برای خواندنش. ما با زبان عربی خواندن نمیتوانیم. آیا این کتاب را خوانیم یگان ثوابیت دارد؟ پیشکی منت داریم. البته ثواب دارد، این بی ثواب نیست. خوانید. همون قرآن هایی که با لفظهای تاجیکی هم که برآمده است اونها هم البته ثواب دارد. از اوی که شما بیهوده وقتان سپری میکنین، همون قرآن های تاجیکی که برآمده است اونها را خوانین، یگان زلال زیانی ندارد. درود و رحمت بر شما باد ای بهترین خیرخواه این شهر و بهترین دعوتگر. این جای پوشیدن نیست که از دعوت شما چی بهبودی های زیادی در عبادت مردم و آبادی های شهر پیدا شد. داملای عزیز، شما گفتید که همه برای یک کس برای همه. این سخن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. پس چرا امروز پیروان این پیغمبر در این شعار اسلام عمل نمی کنند؟ آیا گناهگار نمی شوند؟ حتی بعض بنام ایشانها، منصبدارها، بایها، وکیلها که باز دعوای امتی دارند، داملا این حقیقت دارد. باید فکر دیگرها را مثل در خودت داشته باشی. داملا هزار بخشش از شما، خدا در حفظ امان شما باشد. مثل نفس برای ما مردم لازم هستی. و چی گفتنی داری با این سؤال؟ یعنی این برادر من سؤال وقتی در خانه خواندم، در اصل چگونه ای که خود میگوید حقیقت دارد. همه برای یک کس برای همه، این شعار محمد صلی الله علیه و سلم است. این شعار اسلام است. لیکن چرا امروز پیروان محمد با این حدیث پیغمبر خدا عمل نمی کنند؟ اینش از همون انسانهای پرسیدن در کار که چرا اونها عمل نمی کنند. اگر این برادر بعضی بنام ایشانها گفتند، منصبدارها و بایها و وکیلها گفتند، اگر ملاها را هم که وابسته میکرد من ملال نمی شدم. زیر هست نفرهایی که فقط برای شخصیت خود، برای فایده خود میکنن، لکن غم مردم و غم مثال شهر خودش هیچ گاه نمیخرد. هست نفرها وجود دارد. خداوند در قرآن میگوید واخفض جناحک للمؤمنین. توصیه پروردگار را بینین برای برادرهای مؤمنت. واخفض جناحک، تعظیم کن. برادر مؤمن تا میبینی چهرت کشاده کن و یا احترام کن، با او صحبت خوب کن. زیرا باز پروردگار در دیگر آیه قرآن برای همه ما و شما مؤمنها گشتد میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. این کسانی که دعوا میکنید که ما بنده خدا هستیم، ما پیرو قرآن هستیم، مادام این دعوای تو حقیقت داشته باشد باید با یکدیگر شما برادر باشید. فاصلحوا بین اخویکم، دائم کار کن که در بین برادرهای تو صلح و صلاح پایدار باشد. دائم باید تو نیکخواه برادر مؤمنت باشی. اتقوا الله، خدا گفت از خدا بترسید. این کسانی که به نام مؤمن هستید از خدا بترسید، شاید که پروردگار به شما رحم کند. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. پیغمبر خدا میگوید انا همین مؤمن هایی که فقط برای نفس خودشان مهنت میکنند، فقط برای فایده خودشان دوادو دارند، غم مردم و غم یک برادر همسایه شده میخورد. پیغمبر خدا میگه لا یؤمنو، تو ایمان نداری، تو ایمان نداری. ای انسانی که بی پروا هستی، ای انسانی که فقط فایده خود تصور میکنی،
از پای فایده خودت هستی. لا یؤمن احدکم، اگر کدام شما میگوید از این گروه باشید ایمان ندارید یکی شما، تا وقتی که از برای برادرت آن چیزی را که دوست می‌داری برای نفس خودت، برای نفس خودت چیزی را که دوست می‌داری برای برادر مؤمنت که دوست نداری، تو ایمانت میگوید ایمان نداری. لا یؤمن احدکم، ایمانی تو کامل نیست. این است توصیه پروردگار، این است توصیه پیغمبر خدا برای پیروانش. البته باید ما و شما تسلیم این شعار باشیم، همه برای یک کس، یک کس برای همه. این شعار اسلامی است. لیکن صد افسوس که چگونه این برادر گفتن، البته عملی نمی شود. اگر ما و شما به قصه های بعضی عزیزانمان اگر نظر کنیم، بین مسلمان های پیشینه، ابو جهم میگوید جنگ یرموک وقتی شروع شد و وقتی که انجام یافت، من یک مشک آب را گرفتم و برای پسر عمکم به میدان جنگ رفتم. گفتم اگر هر کجای که یابم شاید که تشنه باشد از این آب سیرابش کنم. وقتی میگوید رفتم، ابو جهم میگوید وقتی رفتم نگاه کردم که بچه عمکم تیر خورده است. در این جنگ در مقابله مردم یهود تیر خورده است، در یک پهلوی نالیش دارد. نزدش آمدم، خواستم که آب دهم که از پهلوی همین بچه عمکم یک نالیش دیگر بلند شد که آب. میگوید این بچه عمکم اگرچه آب میخواست اشاره کرد که با پهلوی من ده. میگوید مشک آب آوردم نزد این پهلو بودگی بچه عمکم، قریب به دادن آب بودم که از پهلوی او یک نفر دیگر نالیش برآورد که آب. اونم میگوید زخمی بود. میگوید پیش این پهلو بودگی هم اشاره کرد که با وی ده. گفت آب بردم، میگوید آب در اون نوشانیدم. پس گشتم آمدم که جان بچه عمکم الک بر آمده است. پهلوش نگاه میکنم وی هم جانش بر آمده است. در حالت خیلی دشوار، در حالت خیلی تشنگی، حضرت اشاره کردن به پهلوی من ده. گفت وی محتاج تر است. این است غمخواری برادر مسلمان. اینجا اسلام عیب ندارد، اینجا شعار پیغمبر خدا عیب ندارد. عیب در انمو انسانهایی هست که فقط غم خدا میخورند، غم برادر مؤمنشان نمیخورند. معروف کرخی که خیلی معروف است، خیلی مشهور است. یک عزیز خدا میگوید بار آمدم زمستان بود، کرته خدا بدر کرده است. میگوید در دستشو در سرمای خنکی میگوید میلرزید. حضرت کرخی را میلرزید. نزدی آمدم گفتم ای کرخی، و هوا سرد است، در دستت لباس داری، نمی پوشی تا که از سرما خودت را محافظت کنی؟ گفت ای دوستی خدا، گفت در خانه نشسته بودم، این لباس در بدنم بود، یاد فقیرها مرا بیرون برآورد. به یادم آمد کسانی که لباس ندارند. من هم گفت شخصی هستم که دستی ندارم که به آنها خیر احسان کنم، فقط همدردی خود من با این میبرارم که مثل آنها بدن من لوچ کنم و مثل آنها در خنکی لرزیده ایستم، تا که همدردی من همینجا اظهار شود که من مؤمن هستم و مؤمن برادر مؤمن است. در کدام عذابی که وی قرار دارد من هم باید در همون عذاب قرار داشته باشم. این است اسلام ما و شما را، این است عزیزان ما و شما را کردارهاشان. یکی افسوس که امروز آن طایفه هایی که نام گرفتن با این عمل خیلی زیش دست میزنند. دوره های پیغمبر خدا را روایت میکنند در کتاب که بار میگوید
یک لشکر گوشت آمد نزد حبیب خدا. ببین چی غمخواری های داشتن برادر با برادر. یک لشکر گوشت آمد پیغمبر خدا که بعد شام بود، گفت اینه در فقرا تقسیم کنید. صاحب گوشت گفت. پیغمبر خدا از همون مجلس پرسید کدام شما احتیاجی به گوشت دارید؟ گفتم پیغمبر خدا ما احتیاجی به گوشت نداریم، الحال ما شام خورک کردیم، شام خوردیم. اونا فکر پگاه نداشتن. و میگوید ابو هریره را از جای خود خیزان پیغمبر گفت اینه برده در خانه فلان کمپیری که فرزندهای یتیم دارد به او برده ده. ابو هریره میگوید آمدم دروازه این کمپیر را تق تق کردم، از داخل صدا داد کی هستی؟ گفتم ابو هریره هستم و حبیب خدا این گوشت برای من داد که به خانه تو برسانم. این مادر میگوید از داخل خانه گفت که من همراه فرزندهام طعام شام خوردیم، دیگر حاجت نداریم. ابو هریره میگوید گفتم آخی فردا باز لازم می شود. گفت جانم فدای محمد صلی الله علیه و سلم، رفته از حبیب خدا بپرس اگر تا فردا من زنده مانم این گوشت قبول میکنم، و الا اگر زنده نمانم پس گرد. گفت که من محتاج نیستم، پهلوی من گفت محتاجتر است، این گوشت در همسایه من بده. امروز کجاست همون همسایه های غمخوار؟ یک پاموشی که یک دولت های بگیم نامسلمان می آمد، حتی همون سردارها خچان بیچارها سیر نمی کردن، خچان سیر نمی کردن. بازارها از حق مردم پر شد برای فروختن. هر روز وکیل علیشکنی بود، هر روز جای پوشیدن نیست. چی رفتارهای نادرستی در بین ما مسلمان ها. الحمدلله ما مسلمان ما که دین ما فقط برای متحد شدن، برای اتفاقی دعوت میکند، نه برای پراکندگی. السلام علیکم داملای عزیز، ما از شما بسیار منتدار هستیم. کاش که مثل شما بر این فرزندها را خدا زیاد میکرد که برای آبادانی و برای بهبود کردن اخلاق مردم این شهر کولاب سهم شما زیاد است. چون این صحبت‌های را شنیدیم که هیچ گونه شنیده بودیم. شما حس میکنید یا نه تأثیر سخن‌های شما نفرهای زیاد را از راه‌های بد گردانید. من مثل فرزندهایم در حق تو دعا میکنم. یک سوال دارم، در بعضی خانه‌ها نان میکنن، نه دستمال پاکیزه وجود دارد، نه پیاله تازه، نه طبق تازه. داملا شما در این موضوعها بسیار گفتید و دائم گویید تا که بهبودی پیدا شود. ما در این مسئله در اصل بسیار گفتگی هستیم که دائم باید که حدیث مسلم است که ان الله جمیل یحب الجمال، خداوند خود زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. جوانای عزیز باید شما زیبا باشید، پدرای عزیز باید بدنهای شما بیبوی باشد، باید ما و شما چنان آلفته باشیم، چنان تازه باشیم که حتی اگر مردم بیگانه در پهلوی ما و شما نشیند، از حسن ما، از بوی ما، از رفتار ما باید که اونا حلاوت برند. خاندان هامان باید تازه باشد. حبیب خدا در این بابت ها بسیار گفتگی است. حتی رسول اکرم میگوید من سعادت ابن آدم المسکن صالح، از راحت دنیایی فرزند مسلمان سه چیز از گفتن. یک تای همون چی است؟ خانه ای که آلفته باشد، خانه ای که تازه باشد. در خانه هاتون در آمدین خیلی اهمیت دین. خانه ها دائم باید رفته باشند. باید حتی همون کرپچه ها و بالشت هایی که ما و شما داریم همه اونها تازه باشند. دسترخوان ها ما باید تازه باشند. در بعضی خانه در اصل میدرایی همون دستمالی که هست وقتی دست میشکی باور کن در دست یک بوی پیدا میشود. حتی همون دستمال ها بوی میکنن. رسول اکرم گفتن شما خانه هاتون پاکیزه کنین، با مردم نصرانی و یهودی تشبیه ندهین.
امروز بین یهودی ها و نصرانی ها در نظافت و پاکیزگی ما و شما را گذاشته رفتن، حالا که تازگی از اسلام ما و شماست. شما از بدنهای خودتان سر کنید، تازگی را از بدنهاتان سر کنید، از مویهای سرتان چقدر آلفته تازه کنید. تمام آن نمودهای داروهایی که هست آنها را در مویهاتان مالین، در چهرهاتان مالین، برای بهبود شدن موی سرتان، برای تازه شدن رخسارهاتان، دندانهاتان از سحر و بیگه شوید. همه این دستور قرآنی و این حدیث های پیغمبری خداست. لباسهاتان را نظر کنید، حتی همون گردنهاش را نگاه کنید، چرک باشد نپوشید. در اون نماز خواندن حتی کراهیت دارد. در خانه شرط نیست که در نان شما نظارت کنید، در خدایاتان نظارت کنید. حتی در وقتی در همون خانه چای نوشیدن نشستن، در پیاله و در چاینکاتان نظر کنید. چقدر باید تازه باشین، پاکیزه باشین. اسلام از ما و شما همین درخواست دارد. اون اسراف هایی که شما میکنید، اون اسراف ها را یک جا گذارید، در جای او شما خرید خوشبویا خرید، در بدنهاتان خوشبویا را استفاده کنید. در اصل دستمال هایی که باور کنید در همین خدایا هست. آفرین به همون خیلی طبیعت اگر خیره نباشد دست در او دستمال شکیده نمیتونه. یک دستمال برای 100 200 300 400 نفر، یک دستمال در همون جایی که آب میگیرن ایستادگی است. لبی دسترخوان تو یک دسترخوان، یک دستمال وجود دارد. آخه شرایط نمیرسه ترا کی مجبور میکن نام کن؟ کی شرایط ترا کی مجبور کرده است؟ آخه امر قطعی فرزندات بخو خدا از تو راضی است. آخه شرط است که تو تمام مردم نشان داده و یک صدقه که مجبور در گردن خودت بارش میکنی و بعد شرایطات نمیرسد، بعضی که در حق تو دعا کنن ملامتت میکنن. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم با سوال من تعجیلا جواب گویید. یک گوسفند عادت دارد که خر را از خردسالی میمکد، حکم گوشت وی چیز حلال است. دوم، اگر شخص بیریش پیش درآید در حالتی که کسی از وی عالمتر نباشد رواست، یا شخص ریشداری که عوام است پیش درآید در حالی که عالم بیریش حضور دارد، میپرسم از شما صحیح تر فهمانید. البته اگر شخصی که مثال در یک معرکه اشتراک دارند، دو تا عالم است، یک تاش ریش دارد، یک تاش بیریش است. ریشدار پیش می درآید، بیریش از پس می خواند. فقیه های ما و شما میگویند عالم بیریش نماز خواندنش مکروه است. کسی که بیریش است باید پیش در آمدنش مکروه میگویند. لیکن اگر عالم است و ریش ندارد، لیکن یک عوام، یک آدم جاهل هست ریش دارد، اینجا کی پیش می‌دارد؟ عالم پیش می‌دارد. در اینجا عالم پیش می‌دارد، اگر چنده که عوام ریشدار هم که وجود داشته باشد، زیر عالم از پس جاهل باز نمازش درست نمی‌شود. لیکن حرکت کنند که مثال باید پیشواهای ما و شما ریش داشته باشند. ریش این یک از سنت‌های پیغمبر خداست. پیغمبر خدا میگوید برودها را کلته کنید و ریشها را دراز کنید. افسوس که امروز بیچاره موی سفیدای ما و شما را میبینی، نمیدانم یا چی نیت دارن، میخوان به هم بیری شکل روان ترک سنت کنن یا چی نیت دارن نمیفهمیم. امروز موی سفیدای ما و شما جای ملامتش نیست، نه ریش دارن نه سله دارن، حالان که سله هم سنت پیغمبر است. ابو سعید خدری میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر، من دیدم پیغمبر خدا بالای منبر بود و علیه امامه سودا، بالای سرش سلده سیاه داشت. این حدیث ابو سعید خدری است. این سنت پیغمبر است. گذارن آخی موی سفید ریش میزیبد، سله میزیبد، ترک سنت میشود، گناهگار میشوی. سیوم سوال کن راجع به شنیدن غزل‌های نمکین شادروان آدینه هاشیمو، نظر شما را فهمیدنیم.
آیا شنیدن این سروده های پرتأثیر و پرمضمون رواست یا نه؟ زیرا من مخلص این حافظم، جایز است. البته اگر غزل هایی که از شادروان است یا از دیگر نفر است، اگر ما و شما وقتی میشنویم از اونها حلاوت میبریم، یعنی یک جهت تربیایی دارن، اینها با که ندارد شنیدن اینها، یگان زلالی ندارد. غزل ها را گوش کردن یعنی مصرع های شعری باشد که ما و شما از شنیدن اونها تا چند مثال گریان میشویم یا ایمان ما کامل میشود، اینا در اسلام ضرری ندارند. مگر اسلام من میکند همان سرودهای را شنیدن شکی و اینها هیچ معنی ندارند. اونا برعکس در وجود تو ضرر میارن، عصب تو را خراب میکنن. اونها را اسلام من میکند. یکی شنیدن غزل، شنیدن مصرع‌های شعری که مثال همه پر از اخلاق، پر از مثال دعوت است، اینها با که ندارن، جایز است، درست است. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. حبیبی خدا گفتن ای امتان من، شما دعا کنید، چنان دعا کنید که با حضور دل باشد، از تحت دل دعا کنید و تمام آن درخواستی که دارید پیش پروردگار خود پیشنهاد کنید. لکن آگاه باشید، گفت پیغمبر، وقتی که دعا میکنید خداوند دعای شما را میشنود، لکن آن دعایی که اگر از روی دل باشد، از روی شوق نباشد، این دعا را پروردگار شما نمیشنود و این دعا را خدای شما قبول هم نمیگرداند. از این خاطر ما و شما دعا کنیم که خدای مهربان این عبادتی که امروز برگردن همه ما بندگانش پروردگار نهاد است، خداوند از اجر این ما بندگانش را برخوردار بگرداند و خدای مهربان محبت خودت را، محبت حبیبت را، محبت تمام انبیا را و تمام ملائکه ها را و تمام کتابهای آسمانی را و دین اسلام را خدایا در دل ما بندگانت جایگیر بگردان و خدایا ما را و فرزندهای ما را اهل هدایت بگردان تا دم آخر. خدایا ایمان را از ما جدا مگردان و خدایا عزت ما بندگانت را در دنیا و در آخرت بلند بگردان و خدایا ما را از آن بندگان بگردان که روز قیامت از عذاب تو نجات یافته باشیم و خدای مهربان
تمام بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهای این جمهوری ما را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان پس بگردان. گذشتگان ما را خدایا رحمت و مغفرت بگردان و این جمهوری ما را پروردگارا آرام نگه بدار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. عن عمران ابن حطان رضي الله عنه قال: آتيت أبا ذر فوجدته في المسجد محتبئا بكساء أسود وحده. عمران فرزند حطان میگوید بار خواستم حضرت ابوذر زیارت روم. وقتی از ابوذر پرسان کردم ابوذر کجاست؟ فوجدته فی المسجد. برای من اشاره کردند که او در مسجد است. من آمدم این دوست خدا را سراغ کنان، پرسپاس کنان، نگاه کردم که در مسجد محتبئا بکساء اسود وحده. حضرت یک لطه سیاه، یک چادر سیاه را بالای خود پرتافتگی و در یک کنج از مسجد حضرت نشستند و در زبان ایشان الله اکبر الله اکبر صدا میداد. فقلت یا ابوذر ما هذه الوحده. ای دوست خدا، ای کسی که تو یک سپر برای حبیب خدا هستی، ای کسی که تو پشتیبان از محمد صلی الله علیه و سلم هستی، ای کسی که اسلام تو تغییر یابنده نیست، ای کسی که تو مجاهد در راه الله هستی. در اصل ابوذر چه بنده نیکخواه و خیرخواه بود، چه یک بنده با سعادتی بود. حضرت عمران میگوید من از او پرسان کردم چرا تو تنها نشستی؟ چرا در بیرون در بین مردم نیستی؟ چرا تنها نشستی؟ پیش از آنی که من سبب تنها بودن ابوذر را برای شما خبر دهم که برای چی او تنهایی را برای خود اختیار کرد، من میخواهم از صحیح بخاری یک کیسه در باب ابوذر غفاری که در اصل وی یک سپر برای رسول اکرم بود، یک صحابه خیلی صادق در اسلام بود، برای شما حکایه کنم. حضرت در قبیله غفاری ها گفتم در راه ملک شام قرار داشت که ملک شام در زمانهایی که رسول اکرم در مکه بودند یا پیش از رسول اکرم، ملک شام ملک تجارتی بود. تمام مردم از ملک شام آمده تجارت میکردند، مالهای ارزان میگرفتند، برده در هر جا سودا میکردند. این ابوذر غفاری در راه همان ملک شام در یک قبیله در یک دهه‌ای که بنی غفاری ها میگفتند زندگی میکرد. به گوش حضرت ابوذر آوازه آمد: ای ابوذر، در مکه مکرمه یک فرزند به نام محمد ابن عبدالله برآمد
که وی دعوا دارد که من فرستاده پروردگار هستم، من پیغمبر هستم. در دل ابوذر این خبر روز به روز شعله میزد. این کی باشد؟ این چی دعوا داشته باشد؟ دعوای او تا چه حد حقیقت داشته باشد؟ یک برادری داشت و فریاد زد، گفت برادر، گفت به گوش من یک آواز آمد است که در مکه مکرمه محمد گفتنی شخص برآمده است و دعوای پیغمبری دارد. من از تو یک خواهش دارم، می روی در صحبت این محمد صلی الله علیه و سلم می نشینی، آن چیزی که وی می گوید خلاصه سخن او را نزد من میاری. برادرش آمدن مکه مکرمه و در صحبت محمد صلی الله علیه و سلم نشستند. بعد چند بازگشتن آمدن باز به همین قبیله غفاریا نزد برادرش ابوذر و گفت ای ابوذر، من در صحبت آن نفر نشستم. گفت چی میگوید؟ گفت چی زبان شیرینی دارد و صحبت میکند فقط از اخلاق حمیده، فقط مردم به سوی انتظام خوب دعوت میکند، لیکن سخنهاش شعر نیست، از شاعر فرق دارد و شاعر نیست. ابوذر از جای خود خیست، گفت برادر عزیز، گفت آن مقصدی که من داشتم تو حاصل نکردی، آن چیزی که برای من لازم بود تو خبری پره نآوردی. از جای خود حضرت خیست، میگوید یک مشک آب گرفتن و در یک خلطه آذوقه گرفتن و خود برای دیدن محمد به مکه آمدند. حضرت در راه خیلی عذابها کشیدند، آمدند به ناگاه در مکه مکرمه در آمدند. در خانه کعبه، جایی که حاجی ها زیارت می روند، حضرت رفتند کچ پهلو کردند، بیگاه شد. مردم زیاد در پیش او می رفت می آمد، لیکن محمد نمی شناخت. محمد نفر عادی بود، محمد کسی نمی شناخت. وی فرق کننده نبود، وی برابر فقرا از فقیرها هیچ فرقی نداشت. شاید از اونها دم احوالش پستر بود. حضرت بیگاه شد، محمد ندید. حضرت علی گذر کردن، نگاه کردن، یک مرد خدا خواب است، شناخت که این غریب است، این مسافر است، او را بیدار کرد و گفت خانه من می رویم. حضرت دست ابوذر را گرفتن به خانه آوردن. شب سپری شد، سحر آمدن باز در کعبه نشستن. هرچند که می جستن محمد شناخته نمی تانستند. باز بیگاه شد، علی باز همون غریب دید، آورد به خانه خودش. باز شب مهمانداری کرد، سحر شد، باز خانه کعبه. شب سیوم حضرت علی دیگر ناچار شدند، گفتند ای مرد خدا، من میدانم تو مردم مکه نیستی، تو این مردم شهر ما نیستی، تو غریب و مسافر هستی، چی نیت داری؟ چی درخواست داری؟ گفت اول ای مرد خدا، گفت من تو را نمیشناسم که هستی، لیکن به تو عهد و پیمان ببند که این سیری مرا در کسی آشکار نمیکنی. اون زمانها خیلی ترس و واهمه زیاد بود برای اسلام داشتن، برای ایمان داشتن. حضرت علی قسم خوردن که من عهد و پیمان نمیشکنم، آن چیزی که داری پیش من خبر بده. گفت من برای محمد دیدن آمدم، دیگر هیچ مقصدی ندارم. کنه همین نفری که دعوای پیغمبری دارد، آیا من اینو بینم تا چه حد سخن این حقیقت دارد؟ حضرت علی گفتن قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، دعوای محمد حق است. گفت این پیغمبر است.
لیکن گفتن سحر یک کار میکنیم، من پیشا پیش میرم، تو از پس من میایی و من تو را به خانه میبرم که در اون خانه محمد صلی الله علیه و سلم پنهان است و اونجا تعلیم میدهد. حضرت پیشا پیش آمدند و خانه فلانی در آمدند. ابوذر در پیش این رسول اکرم چارزانو زدن نشستند. رسول اکرم از همان سخنهای خیلی عسلبرین خود صحبت کرد و ابوذر گفت، ابوذر از جای خود بعد صحبت رسول اکرم خیز گفت: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. من گواهی میدهم که آن خدا یک و یگانه است و محمد بنده اوست و فرستاده اوست. پیغمبر خدا گفت، این کلمات گفت: ای ابوذر پنهان کن، الحال وقت اعلان او نیست، زیرا عدد ما مسلمان ها خیلی کم است. وقتی که میشنوی که مسلمان ها زیاد شدن، اون زمان برای کمک ما بیا، الحال خاند را. ابوذر غفاری چی گفتن؟ گفتن: ای محمد صلی الله علیه و سلم، زمان من این کلمه را گفتم، در دل من مثل که یک خراکی که در دیگ جوش میزند، اسلام و ایمان جوش زده ایستاده است. من این پنهان گرفته به قبیله غفاری ها برده نمیتونم، بلکه این من در بین مشرکان عرب اعلان میکنم. هرچند حبیب خدا باز داشت، حضرت ابوذر قرار نگرفت، رفت آمد در بین خانه کعبه با آواز بلند در بین مشرکان عرب، دشمنان قرآن و اسلام: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتند. حجم بالای ابوذر سر شد. ابوذر غفاری را میگه چنان زدن که حضرت عباس عمک پیغمبر اون زمانها اسلام نآورده بود. میگوید من خودم بالای این ابوذر پرتافتم، گفتم: ای مردم، گفتم این در قبیله غفاری ها زندگی میکند، راهی که ما تجارت میکنیم، اگر الحال این از دست رود، اون قبیله دیگه ما را نمیگذارد که ما تجارت رویم. میگوید از بالای ابوذر غفاری بیراه شدند. فردا سحر با این احوال بد حضرت باز آمدن بالای همون سنگ بر آمدن، باز اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گفتن اگر 100 جان داشته باشم، اگر همه جانهای مرا که گیرین، من از این کلمه بر نمیگردم. این کلمه کلمه حق است، این کلمه هست که تمام دنیا را فرا میگیرد. الحمدلله که امروز همان کلمه که حضرت گفتن امروز دنیا را فرا گرفت. حضرت عمران میگوید آمدم تنها حضرت نشستند، گفتم ما هذه الوحده، ای ابی ذر این تنهایی بهر چیست؟ فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حضرت ابی ذر گفتند من عاشق محمد هستم و از زبان این حبیب خدا شنیدم که میگفتند الوحدة خیر من جلیس سوء والجلیس صالح خیر من الوحدة و املاء الخیر خیر من السکوت و السکوت خیر من املاء الشر. حدیث حبیب خدا را خواندند، حدیث پیغمبر خواندند. پیغمبر خدا گفته بوده است ای امتان من، تنهایی بهتر است از آن که شما با یک گروهی که اونها دروغگوی هستند، اونها زناکار هستند، اونها خیانتکار هستند، اونها عرق نوش هستند، اونها از خدا و از مسجد و از نماز دور هستند، از اون گروه در نشستن، در تنها نشستن بهتر گفتن. و همنشینی گفتن پیغمبری خدا با آدمهای نیک بهتر است از تنهایی. اگر شما دانین که در یک جای
معرکه خیر است، در یک جای یک دانشمند است، یک توده مردمی هستند که همه صحبت‌های نیک میکنند، صحبت‌های میکنند که برای فایده دین و دنیای توست. در این حالت شما تنها نشستن جنایت است برای شما. و حضرت دوام دادند که املاء الخیر خیر من السکوت. سخن گفتن، پند گفتن بهتر است از سکوت گفتن. لیکن اگر گفتن و املاء الشر و السکوت خیر من املاء الشر، لیکن گفتن اگر زبانی که پند گفتن نتاند، نصیحت کردن نتاند، زبانی که فقط درشت گوید، سخت گوید، آزار دهد، حضرت گفتن از این گونه زبان در حرکت در آوردن از سکوت کردن بهتر است. الحمدلله که امروز ما و شما در همان معرکه نشستگی هستیم که حبیب خدا گفتن از تنهایی در این معرکه برای شما بهتر است. خوش به حال همه شما برادران عزیزی که از راههای دور و نزدیک برای این گونه معرکه ها را انتخاب میکنید، میآیید و دل خود مثل پخته بر این سفید میکنید و بازگشت به سوی کارخانه ها و خانه های خود میشوید. خوش به حال همه شما که چنین همنشینی، چنین معرکه ها را برای خودتان اختیار کردید. رسول اکرم میگوید الرجل علی دین خلیل فلینظر من یخالیل. ای امتان من، ای جوانای عزیز، حبیب خدا میگوید مرد در دین رفیقش است. مرد جوان در دین رفیقش است. نظر کن با کی تو همنشین هستی. با کسی همنشین باشی دینی وی البته تو قبول میکنی. یعنی مقصد از دین چی خصلتی که وی داشته باشد تمام خصلت‌های او در تو میگذرد. برای همین گفتن حضرت که همنشینی خوب برای خودتان اختیار کنید. اگر ما و شما نظر در سوره مؤمنون کنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند برای ما و شما خبر میدهد کدام بندگان در نزد من نجات یافتند، کدام بندگان در نزد من عزت دارند. کدام بنده ها؟ کسانی که در نمازشان خاشع هستند، کسانی که در نمازشان یکم گروه نجات یافتگان. خداوند در قرآن یکم نفر کی را یاد کرد؟ کسانی که نمازشان از ترس خدا میخوانند، کسانی که حالت نماز میخوانند خدا را حاضر ناظر میدانند. دوم کی را گفت؟ والذین هم عن اللغو معرضون. کسانی که از صحبتهای آدم ناخوب پرهیز میکنند، کسانی که از شنیدن کلامهای نادرست پرهیز میکنند. اینها گفت دوم نفرهای هستند که در نزد من نجات یافتگی هستند. صالحان از تینت کج تینتان کج میشوند. خدا رحمت کند عبدالقادر بیدی را، پیشواهای ما و شما چه عزیزان خوبی داشتیم، چه نصیحت‌هایی کردن برای ما و شما. اگر باور کن عقل ما ناخورده باشیم، سخن اینها باید در جگر ما و شما تأثیر کند و این سخنها را برای خود باید ما شعار بالای سرمان در خانه ها نویسانده داشته باشیم. حضرت میگوید صالحان از تینتی کج تینتان کج میشوند. اگر 1000 ساله باشی، اگر 1000 بچه شیخ و داملا باشی، بچه پیغمبر باشی، اگر یاری تو، رفیقی تو، همنشینی تو اگر آدم ناخوب باشد، حتمی کج بدن او، حتمی خصلت‌های ناخوب او در تو تأثیر میکنه. صالحان از تینتی کج تینتان کج میشود. حضرت یک مثال آوردند، کفش گردد ز اختلاط پای کج ناچار کج. گفتن اگر همین پای افضال هایی که شما از دکان ها میخرین بینین چند قدر راستی خوب است، اگر پای شما کج باشد همین
پای افضال راست کج میکنه، زیرا که این پای افضال شما همنشین با پای کج کردگی است. در پای کج که کشیدیش کج میشود. این جسم فطرت تازه شما اگر همنشین با آدمای ناپاک و نالایق و غافل اگر همنشینی داشته باشد، عاقبت کسل اونها در شما میگذرد. جوانان عزیز خیلی هوشیار باشید، رفیق بازی نکنین. اولش زمانی رفیق بازی نیست. رفیقای داریم که هر لحظه دگرگون می شود. رفیقای داریم که فقط برای مال ما و شما، برای منصب ما و شما، برای خانه ما و شما رفیقی دارند. رفیقای جانی خیلی خیلی کم هستند. رفیقایی که مثال از برای خدا با ما و شما رفیق باشند خیلی کم هستند. این از حدیث عمران ابن حطان که موضوع ما البته در این باب نبود. من فقط برای آن به سمع شما میرسانم که شما هوشیار باشین برای انتخاب دوست خود، برای کیها همنشین باشین. شما از این حدیث ها و از این نصیحت ها باید که الکی عبرت گیرین. خدا رحمت کنه مولای جنون میگوید بیا ای دل، بیا شما این دل های حضرت مولوی، بیا ای دل چو کلب کهف با مرد خدا بنشین. بیا ای دل چو کلب کهف با مرد خدا بنشین. گریزان شو ز غافل با گروه پارسا بنشین. ز زهر صحبت ناجنس کنعان غرق طوفان شد، برا از غافلان نزد حضور اولیا بنشین. چرا رنجوری این درد غفلت را نمیدانی؟ ای انسانی که میگه نمیدانی که چرا تو در غفلت افتادی؟ چرا رنجوری این درد غفلت را نمیدانی؟ طبیبی حاذقت را یافتن نزد دوا بنشین.